به 25 حقیقت در مورد پول که ممکن چیزی راجبش ندونید خواهیم پرداخت. ما عاشق پولیم، سخت کار میکنیم تا به دستش بیاریم، به سرعت خرجش میکنیم و همیشه دنبال پول بیشتری هستیم. همونطور که یک جمله معروف میگه این پوله که دنیا رو میچرخونه. ولی با این حال در مورد چیزی که انقدر زیاد استفاده میکنیم اطلاعات خیلی کمی داریم. بریم ببینیم کدام یک از این موارد را از قبل میدانستیم. 1. 90% اسکناس‌های دلار آمریکا حاوی ردی از کوکائین هستند. 2. اولین کارت اعتباری به دلیل خجالت کشیدن مردی که به خاطر فراموش کردن کیف پولش نتونست پول شام رو پرداخت کنه اختراع شد. 3. بدهی ایالات متحده آمریکا 10 برابر بیشتر از مقدار دلار در حال گردش. 4. ارزش اسکناس‌ها و سکه‌های در حال گردش آمریکا تا به امروز به اندازه 1.2 تریلیون دلاره. 5. 2/3 این پول در خارج از آمریکا نگهداری میشه. 6. پول کاغذی 1400 سال پیش در چین اختراع شد. 7. تبدیل اسکناس‌های 1 دلاری به سکه‌های 1 دلاری باعث ذخیره 4.4 میلیون دلار در 30 سال آینده میشه. 8. سالانه پولهای تقلبی که برای بازی‌ها چاپ میشه بیشتر از چاپ دلارهای واقعیه. 9. تحقیقات نشون داده که راز شاد بودن خرج کردن پول روی تجربه هاست و نه وسایل مادی. 10. ارزش کل پول جهان حدوداً 75 تریلیون دلاره. اگر این مقدار را بین جمعیت دنیا تقسیم کنیم به هر نفر 10,000 دلار میرسه. 11. ایستگاه فضایی بین المللی به ارزش 120 میلیون دلار گرانترین چیزی که تا به امروز ساخته شده. 12. مکدونالد به طور روزانه 75 میلیون دلار درآمد داره. 13. شرکت اپل در هر دقیقه 325,000 دلار درآمد داره. 14. فقط یکی از 20 زن ثروتمند دنیا خود ثروتش رو به دست آورده، در حالی که بقیه ثروتشون رو یا به ارث بردن یا از همسرشون دریافت کردن. 15. ثروت پابلو اسکوبار سلطان مواد مخدر اونقدر زیاد بود که سالانه 1 میلیون دلار از اون پول توسط موش‌ها خورده میشه. 16. اگر بیل گیتس هر روز 1 میلیون دلار خرج کنه 218 سال طول میکشه تا ثروتش تموم بشه. 17. یک مطالعه در آمریکا نشون داده که از هر 3 خانواده ثروت 2 خانواده توسط افراد نسل بعدی از بین میره. 18. بحث در مورد مسائل مالی یکی از مهمترین عوامل منجر به طلاق. 19. در آمریکا چاپ عکس رئیس جمهوری که در قید حیاته روی اسکناس ممنوعه. 20. درآمد حاصل از قمار بیشتر از مجموع درآمد صنعت فیلم و موسیقی، مسابقات ورزشی و پارک‌ها و کشتی‌های تفریحی است. 21. بیشترین دلار تقلبی در کره شمالی تولید میشه. 22. تورم در سال 1928 در آلمان باعث شد که پولشون تمام ارزش رو از دست بده. پول آلمان اونقدر بی‌ارزش شد که مردم پولا رو به بچه‌ها میدادن تا باش بازی کنن یا از اون به عنوان کاغذ دیواری استفاده میکردن. 23. نام رئیس جمهور جدید فیلیپین روی 100 اسکناس اشتباه چاپ شده بود. 24. در سال 2005 ایالت تنیسی آمریکا از فروشنده‌های مواد مخدر خواست تا به صورت ناشناس مالیات هر ماده غیرقانونی را که می‌فروشند را پرداخت کنند. این قانون مالیات پرنگ نامیده شد. 25. تعداد افرادی که در مورد پول خیال بافی می‌کنند بیشتر از افرادی است که در مورد چیزهای مثبت 18 خیال بافی می‌کنند یا همون چیزی که خودتون بهش فکر می‌کنید.